در مورد ورزش براتون صحبت کنم که هم در تاریخ قدیم و هم در تاریخ امروزی علاقه بیشتر مردان را به همراه داشته است. یعنی که مردا دیوانه این بازی و یا هم این ورزش هستند. سنوکر و بیلیارد. میدونیم که فوتبال با توپ در زمین از سبزه واقعی و در زمین اجرا می شود. اما والیبال و بسکتبال در زمین‌های متفاوت از ترکیب سمنت و یا همکاشی اجرا می شود. رشته سنوکر و بیلیارد بر روی میز از ترکیب چوب و پارچه سبز رنگ به اجرا گذاشته شده و می شود. از بیلیارد شروع می‌کنیم. بازی بیلیارد یک رشته ورزشی است که به صورت انفرادی یا گروهی انجام می شود و طی آن بازیکن در طول چند گیم از مسابقه بیش از 3 کیلومتر در اطراف میز پیاده‌روی می کند. این بازی مانند شطرنج یک بازی فکری است که به تمرکز زیاد نیاز دارد و از این رو برای تقویت حافظه و فکر ورزش مناسبی است. در قرن 15 خاندان سلطنتی فرانسه این بازی را روی چمن و با بیلار که به معنی گذر است انجام می‌دادند که بعداً در قرن 19 شکل تغییر یافته آن روی میز با چوب بلوط با پارچه سبز رنگ توسط لوئیس اکس ارائه شد که رنگ سبز پارچه تداعی رنگ چمن بود. این بازی در ارتش انگلیس طرفداران زیاد پیدا کرد و ژان رابرتس جی آر در اوایل قرن 19 حوالی سال 1800 میلادی طی سفر به هند، استرالیا، آفریقای جنوبی و آمریکا این بازی را که بیلیارد نامیده میشد گسترش داد. و در هند رابرتس کارخانه ساخت میز بیلیارد را به سرپرستی مهاراجا جیپور که خود بیلیارد بازی میکرد تأسیس کرد و سربازان انگلیس مستقر در هند نیز این بازی را انجام میدادند. بیلیارد سابقه طولانی و مفصل دارد که از ابتدا اشارات متعدد به آن در آثار شکسپیر از جمله در نمایشگاه آنتونی و کلئوپاترا گرفته تا ممنوعیت بیلیارد در دوران مختلف با فراز و نشیب‌های همراه بوده است. بیلیارد نوین در اوایل قرن 20 بازی بیلیارد سازماندهی شد و تشکیلات خاص خود را پیدا کرد. این رشته در این قرن در قالب یک فدراسیون به جامعه ورزشی معرفی شد و در این راستا مسابقاتی در عرصه قهرمانی جهان ترتیب داده شد که از اهمیت بسیاری برخوردارند. رشته بیلیارد همکنون دارای فدراسیون با قدامت 50 سال است. و حال در مورد سنوکر. سنوکر یک بازی با چوب است که بر روی میز بزرگی که با ماده از جنس فلانل پوشیده شده و دارای 6 سوراخ است بازی می شود. این سوراخ‌ها در 4 گوشه میز و 2 سوراخ در وسط کناره میز قرار دارند. این بازی بر روی میز با اندازه 12 در 6 فوت معادل 3.7 در 1.8 متر انجام می شود. البته میزهای این بازی در اندازه‌های مختلف تولید می شوند. معمولاً درازای میز 2 برابر پهنای آن است. و در مورد توپ‌های سنوکر، این بازی شامل 21 توپ است. 15 توپ سرخ رنگ، 1 توپ سیاه، 1 توپ مایل به گلابی رنگ، 1 توپ آبی، 1 توپ قهوه‌ای، 1 توپ سبز و 1 توپ زرد. هر توپ سرخ 1 امتیاز دارد. سایر توپ‌ها به ترتیب توپ سیاه 7 امتیاز، توپ شرچایی 6، توپ آبی 5، توپ قهوه‌ای 4، توپ سبز 3 و توپ زرد 2 امتیاز دارند. در قوانین نسخه انگلیسی این بازی هر بازیکن پس از زدن هر توپ سرخ مجاز به زدن 1 توپ رنگی خواهد بود و حد اکثر امتیازی که یک بازیکن قادر به گرفتن آن است 147 است. حال زمان آن است تا در مورد تاریخچه این ورزش در افغانستان بدانیم. سنوکر و بیلیارد که تقریبا شبیه همند از کجا به این سرزمین آمده و جریان این ورزش از قدیم تا کنون چگونه بوده؟ قسمی که همه علاقمندان سنوکر و بیلیارد در جریان هستند. ورزش سنوکر در ابتدا در افغانستان مروج نبود و از سال 1342 الی 1344 در زمان شاهی اعلیحضرت ظاهرشاه در مکان هرگ ریاست جمهوری و همون زمان دو پای میز بیلیارد بود که اراکین بلندپایه دولتی بعد از تایم کاری میتونستن اونجا برن به خاطر از این ورزش پیش ببرن یا بازی کنن. آهسته آهسته رفته علاقمندان سنوکر در کشور زیادتر شد و به اوجش رسید و سپس در سال 1383 فدراسیون سنوکر ایجاد شد که خوشبختانه تا امروز فعالیت‌ها و دستاوردهای بسیار هنگفتی به کشور داشت. کاتگوری‌های مختلف ایجاد کردیم مثل تیم نوجوانان، تیم ماستران، تیم بانوان که اصلا در طول سالهای گذشته در فدراسیون سابقه نداشت و خوشبختانه امروز ما با 5 کاتگوری ورزشکار داریم. آیا این ورزش یک ورزش مافیایی است یا شاهی؟ این پرسش من مرتبط به افغانستان است. بر اساس باورهایی که
برخی از همشهریانمان و یا هموطنانمان نسبت به این ورزش و یک سری ورزش‌های دیگر در افغانستان دارند. وقتی ما در رأس ریاست آمدم این ورزش خیابانی بود، یعنی انعکاس بسیار منفی با فامیلا رخ داده بود و سایر هموطنان ما. منظور شما از خیابانی همون تعبیر بدی که برای هموطنان عزیزم انعکاس منفی رخ داده بود، گویا سنوکر یک رشته است که باید در قمار زده شود یا جایی که استفاده از دخانیات باشه جوانان برند. برعکس از این ورزش سنوکر ورزش شاهی و امپراتوری است. شکر خدا یک فضای سالم، یک ورزش علمی تبدیل شده و توانستیم در طول 2 سال با ورزش علمی را مبادل بسازیم و امروز شکر خدا بانوان، نوجوانان در گذشته ها که بود زیر سن 15 یا 18 سال به کلب سنوکر ممنوع بود. امروز شکر خدا ما چند ماه گذشته مسابقات تیم ملی نوجوانان را گرفتیم که عملا شما می‌بینید که یکی از قهرمانان نوجوانان ما که 9 سال سن داره و به یک شور و شوق هیجان بسیار زیاد و صادق جان هم همچنان اینا ورزشکارایی هستند که در آینده میتونن برای ما بسیار قهرمانان خوب درخشش خوب در استیج‌های آسیایی جهانی باشند. دستاوردهای ما در طول 13 سال چی بوده در داخل افغانستان و بیرون از افغانستان؟ خوشبختانه وقتی که فدراسیون سنوکر ایجاد شد گرچه ما اون وقت حضور هم نداشتیم، ماشاءالله قهرمانای ما از اون وقت درخشش خود داشتن، توانستن افتخارات زیادی به کشور کسب کنند. مثل قهرمانای ما را نام ببریم صالح محمد محمدی، رئیس خان سنزی، نادر روحانی و اجمرای اساس. اینا کسانی هستند که رشته ورزشی سنوکر از افغانستان یعنی پرچم پر افتخار ما را در ممالک بین‌المللی توانستن به اهتزاز بکشند. مثل از عمده ترینش بگوییم سال 2013 ما قهرمانی آسیا را توسط صالح محمد محمدی به کشور رقم زدیم. بله، سال 2015 قهرمانی جهان در کاتگوری تیمی البته به کشور رقم زدیم توسط صالح محمد و اجمرای اساس. سال 2009 نایب قهرمان آسیا در کشور ویتنام شدیم توسط نادر روحانی و رئیس خان سنزی مدال ما است که سال 2017 در کشور ترکمنستان توانستند مدال برنز به کشور رقم بزنند. و از عمده‌ترین دستاوردهایی که بزرگترینش که در طول تاریخ ورزش سنوکر سابقه نداشت که سال گذشته سال 2019 توسط صالح محمد محمدی نایب قهرمانی جهان را در کاتگوری ماستر به کشور رقم زدیم. آقای ترابی، یک موردی که همیشه برای من سوال برانگیز بوده در تمامی ورزش‌ها و این بار که چون تمرکز کردیم یا فوکس کردیم سر رشته سنوکر و بیلیارد، حضور بانوان هست در سالن‌های بازی. دلیل عمده‌اش یک سری دلیل است که ما هم می‌دونیم، مردم هم می‌دونن. فضا هست، جامعه سنتی هست، باورها هست. در کنار از اون اساسی ترین مشکلی که باعث شده حضور بانوان کمرنگ باشه یا خانمان کمرنگ باشه در این رشته ورزشی شما در چی می‌دونید؟ بله، قسمی که هموطنان ما آگاه هستند، ما در سایر رشته‌های ورزشی هم محدودیت‌هایی که برای بانوان است مشاهده می‌کنیم. اما هدف ما از این است که خوشبختانه ما قوانین لازمی که در یک جامعه سنتی هستیم برای ما پاورجا است، میفهمیم که در چه حد یک بانو در کدام حالت بتونه ورزش کنه. ورزش از نگاه اسلام هم جواز داره، از نگاه اسلام کدام ممانعتی صورت نگرفته و ما محدودیت هایی که بود همه چیز در نظر گرفته امروز تیم بانوان را تشکیل دادیم. مثل که در استیج‌های آسیایی جهانی وقتی ما حضور پیدا میکنیم، بانوانی که مثلا از کشور ایران هستند یا کشورهای اسلامی دیگر با آراسته نمودن همون یونیفرمی که اختصاص داده برشون شده، یعنی شیط و قید وجود نداره که باید یک بانو بدون حجاب بازی کنه. این رشته اصلا این ممانعت وجود نداره. میدونید چه اذیت کننده است؟ این که من میدونم اطلاعات زیادی وجود دارن که در رابطه به هر رشته گفته شود، اما نظر به زمان کمی که ما و تیم داریم به همین قدر اطلاعات اکتفا کرده و برنامه را به پایان میرسونیم. در هر صورت این بود این رشته ورزشی و تا برنامه بعد و یک رشته دیگر، خدا نگهدارتان، مواظب خودتان باشید.